با همه خوبی ها و مشکلاتی که داشتیم یک سمستر پشت سر گذراندیم. با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و سرحال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته امیدوار هستم که تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. خب دوستای عزیز، امروز آخرین امتحان فاینال ما بود که به خیر و به خوبی سپری شد. با همه خوبی ها و مشکلاتی که داشتیم یک سمستر پشت سر گذراندیم و خاطرات و گپای خیلی زیاد را با هم یک جا سپری کردیم. البته به سابسکرایبرای یوتیوب ما واضح است و معلومدار است که ما پاکستان رفتم و تحول که در افغانستان آمد ما نتانستم که درس خود دوام بتم و در حدود چیز کم 2 سال ما در پاکستان بودم. باعث شد که ما از درس ها باز بمانم و نتانستم که به طور درست درس تعقیب کنم. سوال خیلی از دوستای ما از ما پرسان میکردن که چرا ما دوباره دانشگاه را شروع کردم و چرا میخوایم که درس دوام بتم. خب دوستان عزیز، این سوال جوابش برمیگرده به دورانی که ما در پاکستان بودم. زمانی که در پاکستان بودم در شهر اسلام آباد زندگی میکردم. حتما به دوستایی که این تجربه را دارن و میفهمن که چقدر واقعا دوری از وطن، دوری از خانواده چقدر خسته کننده است و دلگیر کننده است و آدم دلتنگ میشه، دلتنگ لحظاتی که خوش بود در وطن ما کنار هم بودیم و با ناچار زندگی خود را در دیار غربت به سر میبریم و ایره کل دوستای ما که تجربه دارن میفهمن. خب روزی از روزها قسم شد که من واقعا خیلی دق آورده بودم، خواستم که یک چکر طرف پارک بریم. در مسیری که طرف پارک روان بودیم دوستای عزیز، ما یک پسر نوجوان را دیدم که یونیفرم مکتب در جانش بود و معیوب بود. با وصف از این که معیوب بود ولیکن چیزی که ما در وجود از او دیدم یک اراده آهنین بود. واقعا اون صحنه برای ما تاثیرگذار بود به این که معیوب باشه ولیکن ذهنش معیوب نباشه. ما و آدم فراتر از محدودیت دیدم. او هم میتونست بگوید که ما مثلا معیوب هستم، من نمیتونم درس دوام بتم، امیر بهانه گرفته درس دوام نمیداد، ولی چیزی که او آدم داشت اراده آهنین بود. با وصف از این که او معیوب بود ولی با اشتیاق و علاقه زیاد به طرف مکتب روان بود. با دیدن او جوان ما واقعا انگیزه گرفتم به این که انسان زمان شکست میخوره که محدود فکر کنه و زمان به موفقیت میرسه که فراتر از محدودیت حرکت کنه. انسانی که بخواه به موفقیت برسه به هر طریق خود را به موفقیت میرسانه. مهم داشتن اراده آهنین است. ما در اموجه با خود قول کردم روزی اگر ما دوباره به افغانستان برگشتم حتما درسای باقی مانده خود را دوام میتم و امی قول و قرار بود که ما دوباره برگشتم افغانستان و دانشگاه را شروع کردم. البته انگیزه دوباره شروع کردن دانشگاه ما اونمو به پسر نوجوان معیوب بود که ما دوباره شروع کنم درسا را، دوباره دانشگاه برم و چقدر میتونه یک انسان بالای دیگه انسان تاثیرگذار واقع شوه و ما از او آدم انگیزه گرفتم. انسان نباید فکرش محدود باشه. محدودیت انسان را از موفقیت دور میسازه و چیزی که انسان به موفقیت میرسانه اوی است که فراتر از محدودیت حرکت کنه و دیگه چیزی که انسان را به موفقیت میرسانه داشتن اراده آهنین است. انسان هم میتونه به موفقیت برسانه
و او پسر نوجوان معیوب اراده آهنین داشت. او تانست یک سمبل یا یک نمونه باشه برای جوانا که انگیزه بگیره و تلاش کنه. و دقیقا زمانی که انسانهایی را ببینیم که فراتر از محدودیت حرکت میکنه به ما انگیزه میده و این میتونه ما را به موفقیت برسانه. و من قلبا از امو پسر نوجوان سپاسگزاری میکنم به ای که به من انگیزه داد تا ای که درسای خود دوام بدم. و تشکری خاص از شما دوستایی که تا این دم ما را همراهی کردید. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. تا درود بعد، بدرود.